من زندگی خودم رو خراب کردم، شما بیا اصلاحش کن. ما واقعا وقتی بیدینی میکنیم زندگی خودمون رو نابود کردیم. بابا شما یه کار خوب بکنی به نفع خودت کار کردی، یه کار بدم بکنی به ضرر خودت کار کردی. خیلی فرد متشخصی بود و صادقانه هم داشت اینو میگفت تا ماه‌ها رو خودم کار کردم بتونم آثار زیانبار حرف شما رو از بین ببرم. گفتم حالا چی گفتم؟ گفت شما گفتید که گناه کردن مثل این میمونه که آدم دستشو بگذاره روی سنگ قصابی، ساتور رو ورداره، انگشتای خودشو قطع کنه، بعد از خدا بخواد که خدایا من یه غلطی کردم انگشتامو قطع کردم، بیا وصلش کن. میگفت زدی منو نابودم کردی، ناامید شدم، اصلا خیلی سخت گرفتی. گفتم ببخشید پس گناه کردن شما فکر کنید چیه؟ من اصلا اشتباه نکردم. چجوری آخه به ما گفتن که این حرف برای تو ناامیدی میاره؟ شما فکر کنید گناه کردیم، کاری که نکردیم، خدای مهربون ناراحت شده، حالا عذرخواهی میکنیم، ناراحت نباش شما ببخشید دیگه، یه کمی ازش تقاضا میکنیم، ایشون هم مهربونه میگه باشه حالا این دفعه دیگه ناراحت نشد. اما شوخی گرفتی شما گناه و توبه رو. گفتم ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چرا میفرماید ترک الذنب به اهون من طلب توبه؟ ترک کردن گناه راحت تر از طلب توبه است. شما توبه رو چی تصور کردی؟ گفت آخه شما یه جوری تلقی دادید توبه رو که توبه تقاضای معجزه است. گفتم دقیقاً همینطوره. گناه که آدم میکنه صدمه میزنه به خودش، بعد از خدا عذرخواهی میکنه، یعنی میگه خدا میشه حالا اینجاشو درست کنی، این زخم شده الان من دستم داغون شد. چرا شما ناامید میشی؟ گفت آخه آدم وقتی که از اول شروع میکنه به تقاضای توبه کردن، از اون اول پیش بینی میکنه که جواب نیاد. گفتم خب گناه نمیکنه آدم، یا ایمان به کرم پروردگار پیدا میکنه آدم دیگه. یه مقدار با من کنار اومد. من نمیگم که کاملا عرض بنده رو قبول کرد. ببینید ما چه تصوری از دین داریم. بابا شما یه کار خوب بکنی به نفع خودت کار کردی، یه کار بدم بکنی به ضرر خودت کار کردی. عذرخواهی از خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه خدای من خودم رو زدم، شما بیا، من زندگی خودم رو خراب کردم، شما بیا اصلاحش کن. بابا کسی که نگاه حرام میکنه امکان لذت بردن خودش رو در زندگی خانوادگی از بین میبره، صدمه میزنه، مهر و محبت رو پایین میاره، هزار تا بدبختی سر خودش میاره. ما واقعا وقتی بیدینی میکنیم زندگی خودمون رو نابود کردیم.